ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم حتم امتحان میکنیم شما را ای مؤمنین بشیء من الخوف به چیزی از ترس دشمن، والجوع گرسنگی، و نقص من الاموال کمی اموال مال کم میشه، والانفس کمی انفس برادرها، و ثمرات میوه ها نعمت ها، و بشر صابرین بشارت بده کسایی را که دهی تکلیف ها صبر میکنن. الذین اذا اصابتهم مصیبت، صابرین کی است؟ کسایی که برشان مصیبت میرسد قالوا میگویند عقیدتا انا لله، بدون شک ما از برای الله هستیم، در اختیار الله هستیم، بندیش هستیم، هر تصرفی میکنه حق داره. و انا الیه راجعون، و بدون شک ما خاص به طرف الله بازگشت میکنیم. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون، اینمی کسا به بالای از اینا صلوات من ربهم شاباسی و آفرینی است از جانب ربشان، برکات است، و رحمت است، و اولئک هم المهتدون، و اینا به هدایت هستند، ثابت قدم است. الله میگه آفرین شاباس به ای تو مردم ها را صلوات شاباسی و آفرینی داده. شاباسی و آفرینی برای هر کس داده نمیشه. ولنبلونکم، اینجا الله سعی که قسم این بیخی تاکیدات، لام یک تاکید، نون ثقیله دیگه، حتمی امتحان میکنیم شما را. اینا در زندگی ما شما یه امتحان حتمی است، هیچ کسی نیست که امتحان نبیاسرش. این امتحان ها حتمی میاد. به چی امتحان میکنی؟ الله میگه میخوایم حقیقت تانا به دیگران معلوم کنیم. بشیء من الخوف، امتحان از طرف بنده است حقیقت دیگران را معلوم کنه، و از طرف الله است که حقیقت انسان به دیگران نشان میده. به یک چیزی از ترس، یک کمی ترس از چی؟ از دشمن، از فاسق، از مفسد. چقدر میترسانه ما را؟ پیرا میترسانه، طریقه ها میترسانه، دیگه کافرها میترسانه، فاسقا میترسانه، این تویت میکنم، او تویت میکنم که میزنمت، محرومت میکنم، منفکت میکنم، بندید میکنم. اینی میترس، اینی می امتحان میه. خب ترس، کافر ترسی جره بگی، او جره گرفت، این جره گرفت، بمبارد کرد، تیره کشت، او را کشت، میترسی که نبیه. این ترس از دشمن. والجوع، دیگه شما را امتحان میکنیم به چی؟ گرسنگی. همین گرسنگی فقیر میشه، یک دفعه کل مال تا دست میگی، یک مصیبت میاد، نان پیدا نمیشه، همین میاد. صبر کن انسان. همین مسلمان ها را اگر شما ببینید دمی حلب و سوریه چقدر تکلیف آمد، چقدر مصیبت آمد، مصیبت های زیاد آمد. نه گرسنگی، حتی یقین کنین دمی شهر حلب و بعض ولایت های امی سوریه دیدیم دمی ویدیوهایش که پشک حلال میکردن میخوردن. سگ حلال تو بچه شدید، سگ ذبح کرده خورد، چیز نبود، و این جایز حالت استرار بود. خب سگ پشک خورده شد، مسلمان خورده، الله امتحان کرد. خب بعضشان مرد از گرسنگی، این میآید دیگه میطور میشه. از تشنگی مرد، صحابه هم در بسیاری جنگا از تشنگی مرده بودن. خب اینمی امتحان میآید. خب خوب است که آخر تکلیف مرگ است. نه اینجا آخر شونم است. دیدم تکلیف هایی که علاف بخوی چیزا خوب بود، این خوب است. اینال تو هر روز اینال نعمت ها است، ولی اگه او آمد نشوه که باز خطرناک شد. خب گرسنگی میاد، یا بندی خانه میری نه نعمت ها کم میشه، گرسنگی میاد، فقر میاد. و نقص من الاموال، کمی مالت زیاد است یک دفعه کم میشه، میگه این قدرش از دست دادی، نه کم میشه. اینا لیتو نشه که بگوی چه حال شد، یک مرا پیدا کردی یا الله. والانفس، نفس ها چی؟ بعضی دوستایت میمره، خاص دوست، برادرت، پدرت، بچهت، اولاد، خانم میمره، شوهر میمره. برای خانم چقدر مهم است شوهرش. برای یک مادر بچه جوانش میمره، نه که با دیوانگی کنم دکلا بزن، اکثر قسمی دکلا و کشکوی اخانه پارک کوی تو. این میاه میگم مرگ است، مرگ میاه. و ثمرات میوه ها، باغ و زراعت زمین دست میتی، طوفان میاه میبریش، یکم طرفی طوفان کل چیز برد، این نمیتو میشه. یا بام میاه درش میته، کل باغ همه چیزت خلاص شد.
در دوران روسا مردم چقدر باغ خود دست، چقدر فامیلای خود دست داد. نه روسا که آمده چقدر خوف بود، چقدر گرسنگی بود، چه مصیبت ها. حالی چقدر است، در بعض جای حالی هم است، بسیار زیاد است. خب اینال اینمی مصیبت ها میآید، شما چی کنین؟ و بشر صابرین، صابرین بشارت بدین. یکم تا انگورم میگه 2 سال از من اگه مولوی صاحب چه حاله دینه میشمالی میپرتم جور میشه، یک مرض میزنه خراب میشه. بیخی ما همی تو چی؟ بیخی چی؟ میخوایی که بیخی کافر شوی؟ گفتم بیخی چی منو؟ بسیار گفت بلد نه چه من نمازای ما قبول نمیشه. چطوره؟ نماز باشه هرچی باشه. این گرسنگی رسول الله سلام دمو شعب ابی طالب که بود تا یقین کو که ایتو گرسنه میگه صحابه میگه میشدیم استاد میشدیم چپم میشدیم از گرسنگی. یک روز رسول الله از خانه برآمد، که برآمد دید که ابوبکر هم برآمد اسمانا. پرسان که شما چرا برآمد؟ گفت ما از گرسنگی برآمدیم، در خانه چیز نبود. یک روز صبر کو، دیگر روز صبر کو، دیگر روز. باز یک انصاری دیدشان گفت یا رسول الله میمان شوین. گفت ما در نان میخوریم. میمانشان کرد، باز برشان مثل کدام گوسفند چیزی بز داشت ذبحش کرد برشان داد. یکم دفعه انسان مجبور میشه بر آمدن کسی ما را ببینه دعوت بده. این تو تکلیف خود رسول الله هم چقدر پیش الله محبوبه، یقدر گرسنگی سرش آمده و در خندق بسیار تکلیف بود، چند سنگ دل خود بسته کرده بود پیمرس. تو گرسنگی میاد، بسیار مصیبت میاد. پیامبر خود الله امتحان کرده، صحابه بعد رسول الله ابوبکر و عمر یقدر تکلیف سرشان، ولی پسانی تو نعمت که رهبری دنیا را برش داد که امی شترا را ذبح کرد جگر آوردن پیشه چیز آوردن. عمر گفت برای کلگی جگر دادین؟ گفت نه. گفت که ببر، گفت برای ما مزم گوشت دیگه بیر. گفت من از دیگه کده بهتر نیستم. اینال اینمی تکلیف ها می آید. الله ما و شما را عافیت به تگ امتحان آمد، الله کامیاب کن. سخت است. خب بسیار کسا در امتحان ناکام میشه، دیدیم. خب بسیار کسا الله نجات بدی. و بشر صابرین بشارت بده صبر کننده ها را، کسایی که صبر استقامت میکنن، شکایت نمیکنن، پابند هستن، اینا را بشارت بده. اینا کی هستن؟ ای صابرین. الله بشارت به چی بده؟ به جنت ها و نعمت ها، به جنت ها و نعمت ها. صابرین الله بسیار نعمت ها میده. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، به حساب ثواب دادن میشه. این قدر صبر پیش الله درجه داره. الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. کسایی که برشان مصیبت میرسه میگویند ما از برای الله هستیم، لله یعنی بندهاش هستیم، مملوک هستیم، هر تصرفی میکنه، مرگ، حیات، خوشحالی، غم، مرض، فقر همه. و انا الیه راجعون، خاص به طرف الله بازگشت میکنه. سکو اینجا الله میگه که خوف آمد مصیبت است، نه؟ سکو آیت تفسیر شد. صابرین کیست؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، هر مصیبت وقتی که خوف آمد انا لله و انا الیه راجعون. این میگه خوف. حالا در افغانستان تا که مرده نموره کسی انا لله نمیگه. مرده که مرد انا لله و انا الیه راجعون. اینطور اگر شیشه شکست کت سنگ زد، شیشه موترش خانهش مایده شد، این چیز نمیگه. دموجا هم بگو انا لله و انا الیه راجعون. حتی فلانی اینجا را بمبارد کرد، اینی طور یک ترس است، جنگ است، بگو انا لله و انا الیه راجعون. والجوع گرسنگی، فقر آمد، انا لله و انا الیه راجعون. نقص من الاموال، مال کم شد، انا لله و انا الیه راجعون. والانفس، نفس زخمی شد، انا لله و انا الیه. مرد، انا لله و انا الیه. ثمرات باغ میوه کم شد، انا لله و کده کلش هست. مردم هیچ نمیفهمه اینه میره غیر از مرده. انا لله و انا لله را نمیفهمه. انا لله بسیار عقیده توحید است. ما در تصرف الله هستیم. غم آورد، مصیبت آورد، هر چیز که میکنه الله حق داره، رب ماست. تسلیم هستیم. انا لله تسلیم، شکایت نمیکنیم، چیق نمیزنیم به مخلوق، تسلیم هستیم یا الله. و انا الیه راجعون. رسول الله هم به فرزندش وفات کرد، جگرخون شد، چشمایش اشک رفت. صحابه را منع کرده بود از گریان کردن.
صحابه گفتن یا رسول الله گریان کردی و انت؟ گفت که ان العین لا تدمع، گفت چشم اشک میریزانه، قلب غمگین میشه. فی رحمت الله، آنچه که ممنوع چیق میزنید های دروی میزنن، در کلم میزنن. نه حسین که شهید شد، اما کسایی که نصرتش نکردن اونا اینطور گفتن که وی چی بد کردیم که نصرتش نکردیم حسین. خب در خانه خود زدن چی بد کردیم شهید شد. حال او را بیبی که فلانی مرد چی حال است. نه حال به زدن و کندن رسید. نه اونا هم امی یک اشتباه را کرده بودن، این را الله بسیار بد میبره که چه حال است. نه سر الله انتقاد کردی، چیزی آمد دستت نمیاد، چی حال است؟ یک نفر تا الله جان شگرف دیگه شام میگیره، باز چی دستت میاد؟ پس تسلیم شو، الله میگه تسلیم نمیشی هم چیزی کردن نمیتونی. موتر تکار کرد انا لله و انا الیه راجعون. اولادت بیا که میگه بالا افتیدت پاش میده شد، انا لله و انا. میاد دیگه مصیبت است. مرض آمد سرت، انا لله و انا الیه. در غرب مردم قدر دنیا پرستی است. یک کسی میگه گفت که 100 میلیون دلار از دست دادی نفسش استاد شد، طرق مرد. میگه 100 میلیون نقصان کردی مرد. بعضی از خوشحالی مرده، خب یا خوشحالی برش آمد مرد. ولی اینی در اسلام میتو در خوشحالی الحمدلله و امتحانه، یک نعمت الله برات داد به ترس عواقبش که دی کامیاب میشم یعنی. خب الله زیرا در هر چیز نعمت هم میت امتحانت میکنه، اگر مصیبت هم که چی عمل میکنی. پس عکس العمل انسان مطابق اسلام باشه. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اینمی که صلوات برکات است از جانب الله، شاباسی و آفرینی است، و رحمت است، نعمت ها است، جنت ها است. و اولئک هم المهتدون، و اینا به هدایت هستند. اینا به هدایت هستند کسایی که موصوف به می صفات است. در این باره خو یک حدیث صحیح است. رسول الله صلی میگه برای کسی که مصیبت برسه ای چی بکند؟ یا کسی که مصیبت برش رسید ای بگویا انا لله و انا الیه راجعون عقیدتا، و ای دعا را بکنه که اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها. یا الله در این مصیبت ما ثواب به ما بده، عوض از یک چیز به ما بده، جانشینش کن، عوض از این نایب از به ما یک چیز بده. میگه الله بهتر شه برش میده. ام سلمه خانم ابی سلمه است. پس آن رسول الله با امر عزیز ازدواج کرده، امهات المؤمنین. این میگه که من یک شوهر داشتم بسیار زیبا و اخلاق، بسیار دوستش داشتم. میگه می وفات کرد، که وفات کرد یک جگرخون شدم، خوش شوهرم دوست داشته باشه. میگه من یادم آمد انا لله و انا الیه راجعون. این را گفتم، باز گفتم اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها، دعا کردم. میگه در دلم گفتم که از این شوهرم که دیگه کی زیباست، یعنی در بین مردم اینطور ندیده بودم زیباترین. گفت نبود که چند وقت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله آمد. حدیث صحیح خود مسلم است. میگه پیامبر صلی در خانم تق تق زد. بعد از اینکه عدتش تیر شد تق تق زد. میگه دروازه رو باز کردم دیدم رسول الله صلی الله علیه و آله. میگه من چی میکردم؟ کدام میگه یک پوست چی میدادم؟ آش میدادم، اهاب میکردم. همین پوستای گاو گوسفند بیاره چیز میزنی، آش میتی و نمک و این چیزا، خشک شوا بازو یک چیز جور میکنی. میگه که تق تق زد، دستای من ششتم، خدا جور کردم، دروازه رو باز کردم که رسول الله است. گفتم موقع خوش شدم که چطور رسول الله هم آمده. ششت میگه یک چیز از زیر پای رسول الله هم ماندم، یک سنگ بود، یک او دمو ششت، یک ذره تکه و همین چیزا که ششت. بعد از او گفت که ما آمدیم خواستگاری، یعنی خودش هم میتونه. حالا اگه خود آدم خواستگاری کنه جنجال است، نه؟ حالا میگه قبیعیا بود، خودش گفت، یک نفرم روان نکرد. این گپا رو نزنین، حدیث صحیح مسلم است. خودش میگه رسول الله صلی الله علیه و گفت که ما میخوایم که اینطور برای خود خطبه آمدیم خواستگاری. با وجودی که چند خانم هم داره رسول الله، شاید 8 داشته باشه یا 7 داشت، سعی کن. بازی گفت که ما بسیار گفت خوشحال شدم. گفتم ما بسیار خوش شدم که تو آمدی، ولی من 3 مشکل دارم. اگه این مشکلات ما حل کنی میشه. چی؟ گفت اول ما بسیار غیرت دارم، غیرت شدید،
که یک زن 2 زن 3 زن یک کسی داشته باشه 4 زن 5 زن ما اونجا برم دیگه زنا دیده نمیتونم. اینی میگفت اینی مشکلم است. دیگه گفت چی مشکل داری؟ گفت دیگه مشکلی دارم که ما اولادها دارم، زیاد اولاد دارم. این اولادایم چطور میشه؟ سیم گفت دیگه چی میشه؟ گفت سنم کلان است، عمر جای ذره کلان. رسول الله هم برش گفت که هر چی غیرتت، گفت دعا میکنم که الله غیرتت امین ننگ و عار و یه غیرتش ای را گم کنه، الله گمش کنه، یعنی تو را عادی بسازه که تا میزانای دیگه هم زندگی کنی. گفت هر چی سنت کلان است خیر است. گفت سنت ما هم سنم کلان، تو بسیار کلان نیستی. گفت خب اولادایت؟ گفت سر ما عیال تو عیال ما است. خب خلاص. گفت بعد از این مشکلات حل شد. گفت عروسی ما شد. دیکھو عروسی کردیم. گفت بعضی بسیار خانم بسیار هوشیار فهمید قدری خود با صحبت رسول الله هم تربیت شد. خب که تربیت شد وقت رسول الله تربیت کرد که تجی زیاد مشوره میکرد. در صلح حدیبیه که رفت صلح امضا کرد، هر چی به صحابه را گفت که سرایتان بتراشین، هیچ کسی از احرام خود بکشین، کسی نمیکشه، قار است که نه که ولی صلح. رسول الله هم گفت یا داخل شد در خیمه امی خانمش بود مسلمه. گفت چرا یا اطاعت نمیکن؟ این گفت جگر خون نشو یا رسول الله. گفت خودت امو حلاقه بگو که دلاکه سر تا چی کنه بتراشه. گفت خلاص تو را که ببینن میکنم. یک سر خدا که تراشید اونا دیدن شروع کردن. سکوت یک مشوره برش و بسیار جای دیگه بسیار خوب مشوره میدن. رسول الله هم جگر خون میشد میفید توالت است این باز برش میگفت که انتشار. یعنی بعضی وقت یک چیز انسان فکرش نمیشه. و یک معین کمک کننده خوب بر رسول الله هم در پیشبرد دعوت اسلامی شد. در پیشبرد دعوت اسلامی هدف رسول الله هم از این زنا اگر این زن بیوه و اولاد چی میکنه که دعوت بود هدفش که اسلام برسه. دینداره چی میکنه؟ به خاطر دینداریش دعوت برسه به دیگران. سعی که سر 7 زن ازدواج کرد زندگیش خوشبخت بود یا 8 زن دیگه. اینا انسان اینمی کلمه را با عقیده بگوید واقعا تجربه شده که الله وضع و مصیبت یک چیز برات میده یا ثواب آخرت یک نعمت دیگر در جاش برات میده. بس وقتی که مصیبت رسید دیگه تو محکم باشی. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. بدون شک صفا و مروه من شعائر الله از جمله نشانهای دین الله است. فمن حج البيت او اعتمر کسی که حج کرد بیت الله را یا عمره کرد فلا جناح علیه یطوف بهما نیز گناه به بالای از که طواف کند به می صفا و مروه. و من تطوع خیرا هر کسی طواف نفلی میکند به می صفا و مروه حج عمره میکند یا عبادات نفلی میکند فإن الله شاکر علیم. بدون شک الله شاکر قدردان است، علیم عالم است به حالات شما. در اینجا الله متعال در آیت قبلی بیان کرد که ذکر الله را بکنین، شکر الله را عبادتش را بکنین، استعانت مدد بخواین به صبر و صلات. اون نماز بود. حال مسئله حج بیان میکنه که یکی از ارکان دین اسلام. دیگه علم الله را پنهان نکنین، همیشه باید بیان کنین. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. مثل یهود نصارا پنهان نکنین حق، آنچه که الله حکم کردگی است هر چی که است بیانش کنین. و دیگه ای که در اینجا یک انتقاد دیگه از اینا را جواب میده. مشرکین میگفتن که صفا و مروه جایی بود که اینجا عبادت بت‌ها شده. این چطور مسلمان ها میرن فعلا در اونجا طواف این گپا میکنن؟ یک مشکل بر مسلمان ها پیدا شد. صفا یک بتی بود که با بالای صفا بود، یک تپه است، کوی بسیار کلانی یک تپه. مروه هم یک تپه کلان مثل کوواری. یک بت به نام اصاف میگفتن با بالای صفا بود و با بالای مروه یک بت دیگه به نام نایله بود. خب بعضی ها میگن که مشرکین وقتی که طواف میکردن باز اینا را مسح میکردن، همین بت اصاف و نایله را. مسلمان ها ترسید که اگر ما اینجا طواف کنیم مشابهت با مشرکین نشه، اونا هم رفت آمد میکردن. این یک گناه دانستن
گفتن حرج دانستن چطور است. الله این آیت روان کرد که الله میگه که صفا و مروه از جمله شاعر دین الله این دوران ابراهیم علیه السلام بوده. طواف عبادت در اینجا فرض است. این که سابق در شرک شده و عظمت ازیره از بین نبرده. پس آلیام فرض است، واجب است که شما وقتی که حج میکنین یا عمره میکنین در اینجا طواف کنین. طواف البته در صفا و مروه فقط در حج میشه و عمره میشه. چی حج نفلی باشد یا فرضی باشد. عمره چی نفلی باشد چی یک بار، بعضی ها میگه یک بار واجب است نو که میری. هر کدامش که اول باشه یا دوم سوم باشه. در حکم ازی که در صفا و مروه عبادت چی است طواف نظریات مختلف است. مذهب حنفی در یک روایت میگه واجب است، در دیگهش میگه که مستحب است. کسی نکنم گپی نیست، ولی وجوبش ترجیح دادگی است. فرق میکنن در بین وجوب و فرض. شافعی و دیگرها یک نظر احمد بن حنبل است میگه فرض است و نگاه دلیل ای است که فرض است. زیرا رسول الله صلی الله علیه و آله در حجی را که انجام میداد حج فرضی با در صفا و مروه آمد خذوا عنی مناسککم. حدیث بخاری است که اعمال حج از ما یاد بگیرین. گفت امسال ما حج میکنم بیاین یاد بگیرین. هر عمل رسول الله صلی الله علیه و آله انجام میداد بخشای مهم فرض بود، خصوصا در بین صفا و مروه. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه دوید، صحابی میگه بعد دوید قریب بود که می چیزش بند شود، می احرامش در پاش بند شود. در بین میلین اخضرین نال جور کرده دو دانه سبز گروپا هست، در موجه میدوید به سرعت میدوید. پس رسول الله صلی الله علیه و آله گفت ان الله کتب علیکم السعی فاسعوا. الله به بالای شما فرض کرده، نوشته کرده سعی را، فاسعوا بدوید. كتب چی معنی؟ کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص. کتب فرض شده، نوشته شده. کتب علیکم السعی فاسعوا خودش هم دوید و این الفاظ هم گفتگی است. پس فرض است، خب رکن است، رکن حج است، اصل شمیس. از نگاه دلایل و ترجیح و این گپا این سعی کنین. اینجا نظر امام ابو حنیفه هم دیگه هم است، ولی دلیل ما دیدیم از شافعی قوی بود. اگر که در مذهب شافعی باشه قبولش داریم، جایی که مذهب حنفی دلیلش قوی باشه او را ترجیح میدیم. این یک ترجیح هست و این عمل ما این را فرض میدانیم. اینال این خودی صفا و مروه که این عمل الله فرض کرد وقتی که ابراهیم علیه السلام بیت الله را جور کرد. خانم خودمی جمان به همراه اسماعیل یک ذره توشه و آب بود. خب اونا گفت به ما کی ما را اعلام میتی؟ گفت با الله الهیتان میتم، ما حکم شدیم که اینجا باید برم. ابراهیم علیه السلام رفت به طرف دعوت، بعضی میگه فلسطین رفت، بعضی میگه عراق رفت. خانمش ماند، هاجر به همراه اسماعیل. توشهشان خلاص شد، آبشان خلاص شد، آب نبود. با نیت از این که آب پیدا شود گرمی بود، همی تو سراب معلوم میشد سر صفا، فکر میشد که اینجا آب باشه. پس امی هاجر میدوید تمی تو به سرعت اونجا می آمد، میدید آب نسوسونه، میدید باز میدوید تمی تو 7 مرتبه دویدگیست. بسیار با تضرع و عاجزی الله اینمی دویدن ازیره بسیار پسند کرد و این را به عبادت تبدیل کرد. هر کس همی تو به نیت عبادت بیاین اینجا طواف بکنن، عبادت الله را کنن. پس اینجا صفاست. رسول الله صلی الله علیه و آله در اینجا که رسید در حدیث بخاری مسلم میاد گفت ابدأ بما بدا الله، شروع میکنم به آنچه که الله شروع کرده. ان صفا و المروه، یعنی از صفا شروع میکنم. در اینجا که استاد شد دعا کرد، بسیار دعا کرد، بعد در مروه دعا میکرد. پس در بیت الله هم که برین اینجا صفاست بلا تشبیه اینجا مروه. پس اینجا میری یک بار اینجا یک طواف، پس آمدی 2 باز میری 3 باز میری 4 باز میری 5 باز میری 6 باز میری 7 در مروه خلاص میشه. یکم تا ای تو فکر میکنه که یک دفعه برو پس به یک بازی میره و میره 14 تا میکنه، باز میگه بسیار مانده شده نفس ما بر آمد. نه ای تو نیستم، یک دفعه که رفتی در اونجا باز یک طواف، پس که آمدی دیگه طواف. پس این مسلمان ها حرج میدانست که مشرکین انتقاد نکنه. چطور میشه؟ الله این حکم روان کرد که چیزی شاعر دین باشه دیگه کسی مردم دو دست بزنه و چیز نمیشه، عظمت خدا دست نمیته. مثلا در بیت الله در داخل کعبه بتا بود، نه خراب نشده.
ان الصفا و المروه من شعائر الله، بدون شک صفا و مروه که نام دو است در نزدیک بیت الحرام. حال او را او کردن، خب بیخی زیاد بلند بود، پایین کردن. پشت سر اونمو جبل ابا قبیس میگفت. ابا قبیس یک کوه بود، تا پشت سر او برای وزیرا و پاچای دنیا جای جور کردن، میمان خانه جور کردن پشت می صفا. اونم تعمیر کرد، در جای از جبل بود، کوه بود. الله میگه که در نزدیکی بیت الحرام است. این از جمله نشانه های دین الله است، اعلام دین، مناسک است که ما عبادت میکنیم. فمن حج البیت او اعتمر، هر کسی که مؤمن حج میکنه بیت الله را یا عمره میکند، قصد بیت الله برای حج یا با عمره، خواهش احمال زیاد داره، عمره که است کم است احمالش، در یک ساعت میشه که انسان انجام بده. فلا جناح علی ان یطوف بهما، نیز گناه به بالای می حاجی یا معتمر که عمره میکنه ان یطوف، این که طواف بکند به این دو دانه، حرج و اسم نیست. زیر رسول الله هم کار کرده، سابق مشرکین که میکرد به اساس دین ابراهیمی میکرد، ولی الله میگه شما این طواف ترک نکنین به خاطر مشابهت با مشرکین. این نشانه دین الله است. یکی از صحابیا گفت که ازیاد فهمیده میشه که فرض نباشه، گفت دلم شد میکنم، دلم شد نیست. زیرا الله میگه فلا جناح، گناه نیست که کسی طواف، گناه نیست که طواف بکنه، اگر نکنم گناه نیست. عایشه رد کرد، گفت نه گپ صحیح نیست. گفت اگر ترکش گناه نمی بود الله اینطور میگفت که فلا جناح علیه الا یطوف بهما، این که طواف نکنن. این میگه ای یطوف، این که طواف بکنن، که بکنن است اما حرج و گناه کنا، چون که مشرک در اینجا عبادت کرده الله او را رد میکنه، فرضیتش با حالت خود باقی است. اگر فرض نمی بود عایشه میگه باید الله میگفت که الله یطوف بهما. ماشاءالله عایشه خودش خانم است، جوان بسیار، سنش هم خورد بود ولی بسیار علم داشت. گفت فرضیت دایی ثابت است. باز باید دیست دیگر هم میگه که رسول الله هم گفت که فسعوا بدوین در اینجا، ان الله کتب علیکم السعی، سعی در اینجا فرض کرده. و من تطوع خیرا، هر کسی که انجام بده به حج عمره بعد از امی حاجاتی که پورا کرد، خیرا خیر را، خیر یعنی دیگه عبادات نفلی اضافگی بکند. و عبادت اضافگی چیست؟ مثلا عمره کند، عمره نفلی یا حج نفلی کند. فإن الله شاکر علیم، الله قدردان است، قبول میکنه اعمالش، علیم است به حالاتش. یا تطوع نفل اضافگی خیر دیگه، اعمال خیر غیر ازی الله قبول میکنه. یعنی اینجا ترغیب است که غیر از فرایض نوافل هم انجام بدید، الله بسیار ثواب بسیار نعمتای اضافه براتان میده. مثل که یگام تا را میبینی وظیفش مثلا تا 4 بجه، بعد از 4 هم کار میکنه، اون زیاد کار کرد زیاد مثبت میاره، زیاد چیزا رو میاره. فرض انجام دادی مستحق جنت هستی، ولی نوافل دیگه عبادات این نعمت ها را، درجات جنت، مرتبه های جنت بالا میکنه. این بسیار مرتبه بر انسان میده. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. بدون شک کسایی یکتمون پنهان میکنن ما انزلنا، آنچه که ما نازل کردیم، من البینات دلائل واضح روشن، والهدى از هدایت، من بعد ما بیناه للناس بعد از اینکه ما را بیان کردیم برای مردم در کتاب و سنت، فی الکتاب در کتاب و سنت، اولئک یلعنهم الله، اینمی کسایی کتمان میکنن حق را بیان نمیکنن، یلعنهم الله، الله به بالای از این لعنت میگه، و یلعنهم اللاعنون، لعنت میگه به بالای از اینا لعنت گویندگان، ملائکه، انسانای نیک. الا الذين تابوا واصلحوا، مگر کسایی که توبه بکنن و اصلاح کنن عمل خود را، و بینوا، بیان کنن چیزایی را که پنهان کردن، فاولئک اتوب علیهم، اینمی کسا را ما رجوع میکنم به بالایشان، الله میگه توبهشان قبول میکنم، و انا التواب الرحیم، و ما بسیار توبه قبول کننده و نهایت رحم کننده هستم، پس توبه کنین. در این آیت الله رد میکنه به بالای یهود و این حکم بر مؤمنین هم بیان میکنه. یهودی ها کتمان کردن حق، صفات پیامبر صلی الله علیه و بیان نکردن، کافر شدن به سبب کتمان. مؤمنین الله میگه خبردار، هر کسی که کتمان کند، هر ایمان، هر کسی که باشه، عالم باشه، الله لعنت میکنه با بالایش، ملائکه لعنت میکنه. راه توبهش 3 است: پشیمان شود
دیگه تصمیم بگیره که پنهان نمیکنه، اصلاح کنه خود را. اعمال بدی که به اساس پنهان آمده، یعنی حقا که پنهان میکنی برعکسش عمل میکنی، خود اصلاح کن. سیوم شرطش است بینو، عالم حقا پنهان کرده تا که بیان نکنه توبهش قبول نیست، این توبه عالم است. یا هر کسی که حقا پنهان کنه، پنهان کرده است بخیزه بیان کنه، بگه گپای گفته بودم پنهان کرده بودم، این حقیقتش است. فاولئک اتوب علیهم، الله میگه ما به اینا که موصوف به می صفات شود، توبه، اصلاح، بیان، باز من رجوع میکنم. این الذین یکتمون، بدون شک کسایی که پنهان میکنن، ما انزلنا من البینات، آنچه که نازل کردیم از بینات. بینات در احکام قرآنی، هدا بعضی میگه سنت است، سنت رسول الله. چرا؟ زیرا معاذ بن جبل و ابو هریره ما شما خواندیم نه در حدیث بخاری، و هر دوی از اینا میگه که لولا آیاتان فی کتاب الله، اگر دو آیت در کتاب الله نمی بود من حدیث بیان نمیکردم. ابو هریره گفت که فی این آیت که ان الذین یکتمون ما انزلنا اولئک لعنهم الله، لعنت الله جهنم است، از جنت محروم میشه. گفت اگر می آیت نمی بود ما بیان نمیکردم. گفت یک علتش است که من زیاد حدیث بیان میکنم این آیت. و دیگه چیز گفت رسول الله هم برای من دعا کرد، نه گفت فراموش میکنم، گفت چادر توار که چیز دمون مان، گفت جمعش کن. بعد از اون گفت دیگه من فراموش نمیکردم. اگر نه او پسان ایمان آورده، بعد از صلح حدیبیه ایمان آورده کیست. یک 3-4 سال با رسول الله هم بوده، ولی در 3-4 سال دائم می بود، در سفر هر جایی که پیامبر صلی الله علیه و آله به امرش بود. گفت من موقع کار میکردم که اشکم خود اسیر کنم، دیگه زیاد کار میکنم، پیسه جمع میکنم، من علم جمع میکنم. الله مرا تو درجه داد. حال دیگران را ما میگیم بسیار نمیکنی، خو چیزی زمستان خو وقت بده، تابستان وقت نمیتی، صبح تا خو وقت بده، هیچ نه صبح میاد نه زمستان میاد نه تابستان میاد، هیچ علم یاد نمیکنه. یک ویروس خطرناک آدم است، سر این کامیابیش در خطر است تو آدم. و دیگه ای که معاذ بن جبل و حدیث بیان کرد که رسول الله هم گفت که کسی که لا اله الا الله از قلب خود بگه الله جهنم حرام میسازه. گفت اگه اینی آیت کتاب الله نمی بود ما را بیان نمیکردم، به خاطر که مردم اعتماد میکرد به می گپ، عمل نمیکرد و از این آیت ترسیده. ما هم که بیان میکنیم بعضی گپا را، اگر تعدد زوجات هست اینمی چیزی که ما مرض میبینیم، مرض چیست در جامعه، در این مردم ما چی مرض است او را باید بگوییم. بعضی داد سلفیت یا میزن عقیده بسیار کلان، فقط دامین بالا شده. ما میگیم نه دیگه مرضام داری، اینی مرض اصلاح کنی، را اصلاح کنی، را اصلاح کن. میبینیم در کفر دنیا چی چیزا رو تبلیغ میکنه، همون شرط میکنه، حقوق زن دروغ است، حقوق بشر دروغ است، اینمی چیزا دموکراسی زیبا معرفیش کرده ردش میکنه، هیچ چیز نیست. کمونیسم، سکولاریسم، نه این چیزا رو باید بفهمی. نصرانیت، یهودیت، اکثر مولا میگه یهود نصارا، یهود نصارا، دیگه هیچ نمیدونه یهود کیست، نصارا کیست، چی میکنه، هیچ معرفی نمیکنه. یعنی عالم در یک جامعه ببینه که کدام مرض، کدام گناه، کدام بدبختی در این مسلمان ها پیدا شد، اونمو را بار بار باید تکرار کنه، بار بار. چرا؟ زیرا توحید الله چرا زیاد تکرار میکنه؟ به خاطر مرض شرک در مشرکین مکه بود، هر جا ببینی توحید، توحید، توحید. باز الله در قرآن میگه ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. ما بار بار تصریف چی را میگه؟ گردان، نه ضرب 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 10 دفعه بگو، نه بار بار بیان میکنیم در قرآن از هر مثالا، لیذکروا تا که اینا پند بگیرن، این مفهوم شود برشان، مفهوم شود. بسیار جگرخون میشیم که یک کسی داد از توحید و سنت همه میزنه، در دیگه چیزا جنگ میکنه، ولی در بعض حکم الله را قبول نداره. نه اینجا خطرناک. یا قبول داره بعد میبره قربان الله شام، همین چیزشو خوشم نمیاد. توبه استغفر الله. این تو که بعد دیدی هم کافر میشی، قبول هم نکردی کافر هستی، بعد هم دیدی. در دو صورت. پس به خاطر خواهشات خودت که یک چند روز زندگیم خوش باشه ایره قبول نداری، نه؟ یا کافر انتقاد میکنه، نه؟ کافرها ولی تو میکنه. یک طور گفتم چرا تو امی قوارت جور نمیکنی؟ میگه والا ما را با ملا میگن، یک طور میگه ما را صوفی میگه. ملا گفت ملا آسان است. ملا چیه؟ ملا کسی که از علم پر باشه، کاش که تو ملا شوی، هنوز خوب. صوفی صاف پاک، یعنی از گناه پاک، خوب است دیگه صوفی بگوید. خب
والا ما را سر ما خنده میکنه. بعض دخترها را میگم چرا دریشی میکنی؟ میگه نکنیم سر ما خنده میکنه. یقین که در شریعت میخوانه، شرعیات توبه شرع میخوانه، شرع حکم الله را دریشی میکنه. خب یک خارجی مرا طعنه داد، از امریکا آمده بود، گفت که دم پانتون داخل شد. خب گفت این مردم به حجاب ایمان دارن؟ همین تو گفت، این قسم نمیخورم. گفت این مردم ایمان داره؟ گفت ما داره. میگن داریم. گفت خودشان پرسانش. گفت میگه دارم. گفت چرا عمل نمیکنه؟ گفت ایمان که داره چرا عمل؟ گفت عمل اگه اینا کنه کسی مانیشان میشه؟ گفتم نه، هنوز خوش میشه مردم. وی گفت خوشم میشه. گفت چرا نمیکنه؟ گفت ما در امریکا هستیم، مردم بد میبرن مسلمان ها را حجاب بشه، اونا میکنن، ما خوش نداریم، وظیفه نمیتیم، حجاب میکنن در امریکا. گفت در اینجا ایمان میگه دارم، شما هم خوش دارین، چرا یای تو میکنه؟ گفت من تعجب میکنم. ژورنالیسم بود، یک 50 ساله آدم بود، از نیویورک بود. خدا پسان به من معرفی کرد، گفت من نیویورک امریکاست، ایالت نیویورک که حالا مقر سازمان ملل هست. خب بان کی مون نه دبیر کل سازمان ملل اونم است. گفتم گفتم این دلیلش شما هستین. چطور؟ گفت ما کسی را گفتم نه گپ زدین در تلویزیون ها و اینا، فکر ازیا را گفتم شستشوی مغزی کردین شما. با خور خود دیدیم، با ما را در ارتباط دموکراسی پرسان داشت، گفت بریم در دفتر. رفتیم در داخل شریعت که شد، باز دیدم اون دخترها را که تا شد میتم. گفت اینا چیستن؟ گفتم یا دین میخوانه شریعت. گفت خو یا خویانه بیخی. گفتم ما یا بیخی باور دارن. گفت این خیلی چرای تو کده؟ گفتم من شرمنده شدم. خو شرمنده شدم. گفتم کاش که امیارا بیارم بیا پیش کافر جواب بده، چرای تو کدی؟ سعی که مرض فرهنگ غربی بیدینی زدنه دماغش خراب کرد. که باز بگوی مسلمان است، این به هزار قسم ایمان خدا به او برابر نمیکنم، به این برابر نمیکنم. یکیش میگه ما اگر حجاب کنیم ما را ملا میگن، ما را این میگن، سر ما خنده میکنن. کلگی میگه دریشی دار، یک نفر بی دریشی سرش خنده میکنن. من گفتم این مرا سر مخ چرا خنده نمیکنن؟ من که من بسیار احترام میذارم، یک سر کمونیست از سیکولر از کلش احترام میکنم. میگه چی یک ریش زیبایی داری؟ ما چام میکنم. باز میگم خیلی چرا نمیمانی؟ میگه والا ما را خنده میکنن. تو مال شما چرا سر ما خنده نمیکنین؟ میگه ما والا دوست داریم. گفتم سعی که الله شما را ذلیل کرده، حالا شما هم ریش تا نبانی. خودش میگه زیبایی است، خودش میگه. هر روز مصیبت میزنی روی تا، باز خون میشه و این بزنی، چقدر مصیبت است. خرابانش زیبا ده حجاب چقدر زیبا معلوم میشه خانم، نه خدا یه چیز جور میکنه پلیت دیگه. اینی کتمان حق به این خاطر ما مرزه که در جای دیدی اونمو را بار بار چیز کن تا که مردم جور شد. این الذین یکتمون بدون شک، کسایی که پنهان میکنن ما انزلنا، آنچه که ما نازل کردیم. او چی است؟ من البینات والهدى. ما موصول است، من البینات بیان میکنه، بینات آیات قرآن، هدا سنت. این را پنهان میکنه. چقدر مردم هست که پنهان میکنه؟ من بعد ما بیناه للناس، بعد از اینکه ما این را بیان کردیم از برای انسان ها فی الکتاب. الله میگه در کتاب خود بیان هم کردیم، بعد از این پنهان میکنه. مولوی هست حدیث میگه این در مذهب ما نیست، تیرش میکنه، هیچ نمیخوانیش، میگه این از شافی مذهب است. تو حدیث را بیان نمیکنه. حدیث امین بالجهر این میگه فکر مخشوش میسازه، تیر شو میگه این شنبان او شنبان. حجاب امتی را بیان نکن. 3 زنه و 4 زنه گپ امت نگو، گمش که مردم سر زنه سرت قار میشه. ایره نگو مردا قار میشه، ایره نگو تجارا قار میشه، ایره نگو دکاندارا قار میشه، قاری صاحبا قار میشه. خیلی کل قرآن بانید. زیرا اگر چر سرت کنی چرسی ها قار میشه، شراب رد کنی شرابی، پودر رد کنی پودری خود زیاد است. نه سود رد کنی سودخور چقدر زیاد است، رشوت رد کنی رشوت چقدر زیاد است، ریشکلی را رد کنی ریشکل چقدر زیاد است. نه بیجابی را رد کنی زنای بیجاب چقدر زیاد است. خیلی چیز ما نگویم،
نه ما میگیم، ما بیان میکنیم، دلشان خفه میشه، ما خو میگیم اصلاح شد، خوش شد، جور شد، خیرشان نمیست، ایمانشان دمیست، خوشبختیشان، سعادتشان در این میست. وقتی که یا قار میشن دیگه او کار خودشان است. ما میگیم قار نشه که میشن، اینال باید میگم موقف تو بسیار در جامعه خرد شدم، میگیم موقف ما هیچ باشه، دین الله بلند باشه، ما چی کنم موقفه؟ ولی میگه تو را نه مردا خوش داره، نه زنا خوش داره، نه رئیسا خوش داره، نه وزیرا. خوب است مرا خوش نداشته باشه، مرا الله دوست داشته باشه، اینی به ما شما کفایت میده. الله نه پیش الله صحیح باشی. من بعد ما بینا للناس فی الكتاب اولئک یلعنهم الله. اینمی کساره که موصوف به می صفات است. چی است صفات؟ کاتمون، پنهان میکنن اوصاف رسول الله صلی الله علیه و سلم، تحریف میتن احکام تورات تا. یهودی تو کار میکن، مسلمان لعنت میکنه اینا ملائکه و مؤمنین. و اولئک یلعنهم الله، الله لعنت میکنه، و لاعنون، لعنت کنندگان. الا الذين تابوا، مگر کسایی که پشیمان شدن، اصلاح کردن آن چیزی را که پنهان بود و بیان کردن. فاولئک، اینمی کسا را اتوب علیهم، اتوب مرجو میکنم به قبولیت توبه، قبول میکنم توبه شان. و انا التواب، من بسیار توبه قبول کننده است. تواب لفظ مبالغه است، نگفت انا تایب، تواب بسیار توبه، هر قدر گناه کنی پس رجوع کن، الله پس قبول میکنه. رحیم واسع الرحمه، رحمتش بسیار واسع است. چقدر الله مهربان است. میگه بیاین توبه کنید.